اگر فقط 1 دقیقه وقت داری این ویدیو رو از دست نده. چیزی که میشنوی ساده است، اما اگر تا آخر ببینی ممکن است نگاهت به زندگی تغییر کند و تحول ایجاد شود. بیشتر مردم فکر میکنند موفقیت شانس است، پول است یا آدم خاصی موفقیت را با خود دارد. اما حقیقت این نیست. 90% مردم فقط به یک دلیل پیشرفت نمی کنند. آنها زودتر از نتیجه دست میکشند. تصور کن 2 نفر همزمان یک کار را شروع میکنند. نفر اول بعد از چند روز میگوید فایده ندارد، نمیشود، کسی نمیبیند، نمیتوانم. اما نفر دوم در مقابل سخنان چی میگوید؟ ادامه میدهد، میتوانم، میشود، همه کس میبیند اگر ما بخواهیم. و ناگهان امی شخص دومی بعد از مدت همان آدم معمولی تبدیل میشود به کسی که همه میگوید چه شخصی خوش چانسی، چانس امرایش یاری کرد. اما او خوش چانس نبود. او فقط تا آخر مسیر را ادامه داد و دست نکشید. راز موفقیت عجیب نیست، ساده است اما سخت، ساده است اما هدف باید داشته باشی. ساده است اما کار میخواهد. کسی برنده می شود که وقتی بقیه توقف میکنند او ادامه میدهد. اگر تو هم ادامه بدهی ممکن است همین ویدیو نقطه شروعی تو باشد. اگر تو اینجا دیدی یعنی تو جزء آدم هایی هستی که تا آخر میروند به مسیر و ادامه میدهند. پس همین حالا برای حمایت از ما لایک کن، کانال را سابسکرایب کن، کنار آن زنگوله را هم فعال کن تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شی و اولین شخصی باشی که آنها را تماشا بکنی و نتیجه ای را حاصل بکنی. و این ویدیو را برای یک دوستت بفرست، چون شاید ویدیوی بعدی همان چیزی باشد که زندگیت را تغییر میدهد و در زندگیت یک تحول را ایجاد میکند.